سلام، مخلصیم. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه‌ها. آموزش رانندگی براتون شروع کردم به ضبط کردن. فکر می‌کنم براتون خیلی بهتر از خوندن متن باشه. برای منم انتقالش راحت‌تره. یه سری موضوعا سخت رو کاغذ آوردم چون باید یه جوری بنویسی که همه متوجه بشن. آموزش رانندگی بچه‌ها فقط این نیست که یه سری اطلاعات رو جمع کنیم، بخوایم فقط بدونیم بعد بگیم آقا باشه توی تصادف پس ازش استفاده می‌کنم. نه، اصلا اینجوری نیست. ببینید ما توی تصادف مشکل زمان داریم. یعنی که زمان یاری نمی‌کنه که ما به صورت خودآگاه، به صورت ارادی بخوایم ماشین رو جمع کنیم. پس چیکار باید بکنیم که توی این لحظه‌ها ما کمترین آسیب رو ببینیم یا بتونیم ماشین جمع کنیم اصلا اتفاقی نیفته، تصادفی پیش نیاد. بچه‌ها راهش چیه؟ راهش تمرین. برای اینکه ما بتونیم اطلاعات رو منتقل کنیم تو زمین ناخودآگاهمون باید تمرین کنیم. زمین ناخودآگاه خیلی دقیقه بچه‌ها. وقتی شما شروع کنید تمرین کردن، این اطلاعاتی که شما دارید به همراه تجربه‌ای که میگیرید یه واکنش سیستماتیک مانند رو تو ذهنتون ذخیره میکنن که به صورت غیر ارادی در مواقع خیلی مهم و ضروری این واکنش رو از خودش نشون میده و دیگه نیازی نیست که شما اون چیزی که یاد گرفتی رو بخوای اون لحظه پیاده کنی چون اصلا زمانت نمیرسه به اینکه این کار رو انجام بدی. پس چی شد؟ پس بهترین راه اینه که ما واسه اینکه بتونیم یه عکس‌العمل خیلی خوب و عالی داشته باشیم موقع تصادف، اینه که اون چیزی که یاد میگیریم و اون چیزی که مهارتی که میخونیم رو به صورت تئوری بریم توی پیست یا یه محل خلوت خیلی امن انجام بدیم. امیدوارم که شما هم بتونید از آموزش‌ها استفاده کنید. بچه تمرین پس یادتون نره. خیلی مخلصیم. سوالی بود در خدمتتون. خداحافظ.